هارون ای کسی که دیوانه ای، چه وقت عاقل میشوی؟ من دیوانه هستم؟ نمیدانم، من که عاقل هستم. یعنی چطور تو عاقل هستی؟ به خاطر اینکه دستور تو از بین میرود ولی اینجا باقی میماند و به خاطر همین اینجا را آباد کردم و تو قصر خود را آباد کردی و قبر خود را ویران و دوست نداری که از آبادی به خرابه بیایی، ولی تو میدانی که ناچار به اینجا خواهی آمد. به اینجا آمدم و این قبرها را صدا زدم. کجاست حقیر و شریف؟ کجاست آن کسی که به پادشاهی خود میبالید و کجاست آن که به خود افتخار میکرد؟ خاک آن محاسن را از بین خواهد برد. آیا اینها برای تو نشانه نیست؟ آیا اینها علامت دیوانگی است؟ ای هارون بزرگ، تو چه میدانی؟ به خدا که راست میگویی. مرا موعظه کن. قرآن تو را کافی است و در آن خبرها و عبرتها نهفته است. پس ملایم او باش. نیازی داری که برآورده‌اش کنم؟ بله، نیازهایی دارم اگر آنها را برآورده کنی. پس بگو چه میخواهی؟ اینکه عمرم را زیاد کنی. نمیتوانم. اینکه مرا از ملک الموت نگاه داری. قدرتی را ندارم. مرا به بهشت ببری و از جهنم دور بسازی. نمیتوانم. پس بدان که تو نیز عبد هستی و پادشاه نیستی و من نیازی به بندگان ندارم.